سلام، من اشکانم و شما دارین به پادکست گوشگیر گوش میکنید. من توی این پادکست موزیسین ها، گروه های موسیقی و افرادی که به نحوی کارشون مربوط به موسیقی رو دعوت میکنم و باهاشون گپ میزنم. اگر دوست دارین از گوشگیر حمایت بکنید، بهترین راه اینه که ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. البته از طریق لینکی که توی دیسکریپشن هست میتونید از ما حمایت مالی هم بکنید، ولی به هر میزان و مقداری که دوست دارین و البته که کاملا اختیاریه. برای دنبال کردن پادکست گوشگیر توی تلگرام و اینستاگرام میتونید کلمه گوشگیر رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید و ما رو پیدا بکنید. موسیقی مقدمه این پادکست کار ایلیا تاجیک هست و هر کسی که دعوت میشه به این پادکست یا به نحوی در پروسه ساخت پادکست تاثیرگذار بوده رو من لینک اینستاگرام یا شبکه اجتماعیش رو توی دیسکریپشن هر قسمت قرار میدم. مهمون این قسمت از گوشگیر روژین عزیزی هست. روژین یکی از بچه‌هاییه که من از جاهای مختلف میشناسمش. یه دوره یه جمینگی ما میرفتیم، فکر کنم اونجا دیده بودمش دیگه. دوستای مشترک داریم، تو اینستاگرام دیده بودمش و اینها. اولین باره که میخوام ببینم که روژین یه ذره بیشتر باهاش آشنا شم، ببینم چیکارا میکنه، فازش واسه آینده چیه و اینا. و همین شد که دعوتش کردم به این پادکست. و البته بگم روژین وکاله، نمیدونم گفتم ولی به هر حال روژین وکاله و به زبونهای مختلف میخونه و همین. چطوری روژین، خوبی؟ مرسی اشکان جان، خوش اومدی. مرسی که دعوتمو قبول کردی. یه کمی برام کار عجیبی بود که مثلا بیام اینجا صحبت کنم حالا در مورد خودم. آره، چرا حالا؟ نمیدونم، انگار برام خیلی گنگ بود که مثلا سوالا چیه. آها. و آره چون حقم داری. خب من یعنی برای اولین باره که دارم همچین کاری انجام میدم. آره میدونم. خب واقعیتش هم اینه که کمه دیگه. یعنی مثلا ما حالا تو ایران در مورد موزیک یا هنر کلا فعالیت آدم ها کمه. خب حالا شاید مثلا من به شخص کار خیلی خاصی هم دارم نمی کنم دیگه تو این پادکست. خب داریم فقط صحبت میکنیم با بچه ها که کسایی، یعنی من هدف اصلی اینه اولا که خب بچه ها بیشتر مخاطبا بیشتر بچه ها رو پیدا کنن، بچه ها هم بیشتر مخاطباشون رو پیدا کنن، یعنی دو طرفه این ارتباط شکل بگیره. و مهمتر از همه اینه که خب ببین ما همونجوری که میدونی خوده تو سن و سالی هستیم که دوره ما از الان خیلی محدودتر بوده. خب و یه سری تجربیاتی ما کردیم که خب شاید میتونستیم نکنیم مثلا، یعنی عقب افتادیم یه جورایی تو بعضی چیزا. حداقل من در مورد خودم اینو میگم. خب شاید مثلا از اول آگاهانه تر بود، بهتر بود مسیرم. در نتیجه میخوام تجربیاتمون رو شیر کنیم که آدمایی که تازه میخوان شروع کنن یا پدر مادرایی که واسه بچه‌هاشون میخوان یه کاری بکنن دستشون بازتر باشه از لایف استایل ما و اون تجربی که داشتیم، یه چیزایی یاد بگیرن که اشتباهات ما رو دیگه تکرار نکنن. یعنی هدفم بیشتر اینه. ولی کلا دمت گرم به هر حال که اومدی. روژین یکم خودتو معرفی کن، چیکارا میکنی، داستان چجوری بوده، چجوریه؟ خب من روژینم، 27 سالمه از تهران و کلن اصلا بحث موزیک رو اگه بخوام راجبش صحبت کنم خیلی چیز بولدی بوده همیشه توی زندگیم. شاید بگم من از 7 سالگی موزیک رو شروع کردم، خب با زدن کیبورد. و همون موقع اینجوری شد که من یه جا میشستم و حالا آهنگای مختلف رو همینجوری میخوندم، یا حتی یادم یه سری همینجوری آهنگ از خودم میساختم. یعنی فکر کن تو همون سن 7 سالی. بعد سر همینم حالا دیگه نمیدونم مامانم یا بابام خیلی تشخیص دادن که اوکی ما اینو باید بفرستیم مثلا کلاس موسیقی و اینا. بعد دیگه حالا با همون کیبورد شروع کردم، یا همون ارگ که بهش میگن. دچه که بودیم میگفتن کلاس ارگ.
آره دیگه. خب مثلا خداییش نمیگفتن کیبورد. آره خدایی منم تا یه سالی اصلا نمیدونستم یعنی چی، فکر می‌کردم کیبورد فقط واسه کامپیوتر. خب بعد اینجوری شد که منو گذاشتن کلاس کیبورد و من خیلی علاقه داشتم و حالا از اون همکلاسی ها من خیلی جلوتر بودم همیشه، در حدی که حتی اون همکلاسی ها بهم حسودی میکردن. حالا داستان داشتیم. بزرگتر که شدم، شاید بگم فکر کنم 11-12 سالم بود که به گیتار خیلی علاقه من شدم و به خاطر آوریل بود. یعنی من خیلی کلن به سبک پانک راک اون موقع خیلی مثلا علاقه داشتم. تو همون سن 11-12 سالگی و شاید اصلا حالا الان اگه باشه مثلا میگم کمتر کسی هست، ولی اون موقع اصلا میتونم بگم حتی نبود که تو اون سن حالا کسی تو این سبکا خیلی بخواد مثلا علاقه نشون بده. آره خب آخه اینترنت و اینا هم کمتر بود، آدم کمتر شنیده بودن. آره ولی مثلا من خیلی پیگیر بودم. بعد یادم اولین ترکی که زدم، حالا اینو بگم که اصلا چی شد، حالا من اومدم گیتار. من حالا به خاطر این آرتیست و کلا این سبکایی که مثلا خیلی اون موقع گوش میدادم و حالا همشون مثلا گیتار داشت، گفتم اوکی من مثلا میخوام برم گیتار. بعد دیگه سازمو عوض کردم، ولی خب اون موقع یادمه که کلاس گیتار الکتریک نبود و خیلی عجیبه، ولی خب واقعا نبود، یعنی خیلی کم بود ولی کم بود. بعد سر همین گفتن نه تو اول برو کلاسیکو یاد بگیر بعدن بیا. حالا دیگه از اینجور حرفا که میگن الان هم همینجوری هست، همچنان میگن هنوزم. آره. بعد دیگه منم با همون گیتار کلاسیک دوباره شروع کردم، ولی خب اون چیزی که به من درس میدادن خب همش کلاسیک بود. یعنی من خودم مثلا یه سری آهنگا رو میرفتم در میآوردم از اینترنت و حالا آکورداشو یا اینکه حتی مثلا گوشی در میآوردم و تمرین میکردم. آره. خب داشتیم گفتی که تو گیتار الکتریک رو کی شروع کردی؟ اصلا گیتار الکتریک شروع کردی؟ آره. خب کی شروع کردی؟ فکر کنم 14 سالم بود که دیگه رفتم. یعنی بعد از اینکه کلاسیک زدی یکم رفتی الکتریک. آره یعنی من کلا قشنگ یه دور کامل زدم. آره. حالا البته من فکر کنم از تو دورام خیلی بیشتر هنوز دارم دور میزنم. من از ستار و ویولون و بیس و دف و چه میدونم. نه ببین من مثلا سر ساز کلا 3 بار چینج شد. یعنی یه بار که حالا مثلا از کیبورد اومدم گیتار کلاسیک، بعد از اون رفتم الکتریک، بعد از الکتریک رفتم وکال. یعنی کلا اینجوری بودم که اصلا انگار اون چیز علاقه مثلا اصلی من بیشتر مثلا وکاله. خب چه جوری وکال رو پیدا کردی؟ یعنی چجوری من کلاس گیتار الکتریک میرفتم. خب بعد حالا اونجا یه ترکی ساخته بودم که واسه استادم داشتم اینو مثلا میخوندم. بعد شاید باور نشه در کلاس باز بود. بعد اینو که من داشتم پلی میکردم میخوندم، یهو دیدم چرا مثلا همه جا ساکت شد، انگار مثلا بیرون مثلا صدای اون منشی و اینا هم مثلا ساکت شد. بعد اون استادم بهم گفتش که روژین میخوای بهت کلاس مثلا وکال خیلی خوب معرفی کنم. یعنی اصلا اون خودش انقدر که مثلا دید که حالا من مثلا دوست دارم و اینا، که اینجوری بود که اوکی تو اصلا باید بری کلاس وکال. بعد منو میادمه که اون زمان من اون موقع فکر کنم 15 یا 16 سالم بود، منو فرستاد پیش یه آقای به اسم فرید فهیم که توی کرجه. آره. حالا الان دیگه ازش خبری ندارم، ولی یه 6 ماه من پیش ایشون رفتم صدا سازی و اینا. بعد از اونم که دیگه خیلی سرم توی درس و اینجور چیزا بود، دیگه خیلی فرصت نمی کردم برم کلاس و اینا، شاید بگم یا 1-2 سال، ولی خب همینجوری مثلا پیش خودم کار میکردم. ببین من هیچ وقت نبوده که کلا مثلا موزیکو کار نکنم. مثلا توی زندگیم نبوده همچین چیزی. چون انگار مثلا یه چیزی بوده که انگار مثلا به زور همیشه باید باشه. حالا به زور چرا؟ آقا به خاطر این که یعنی اصلا
حتی ببین یه جاها بوده که من دیگه نخواستم که باشه، حالا مثلا به خاطر شرایط سخت ایران یا حالا هرچی، ولی باز این بوده توی زندگی من. آره میدونم چی میگی. آره. چون اصلا حالا هم شخصا هم توی دوستای دیگه دیدم که وقتی دارن مثلا حالا آرت کار میکنن، حالا هر نوع از هنر، یه هویتی از اون جریان میگیرن که در واقع اون هویت براشون حس زنده تر بودن و حس اینکه تو توی اون چارچوب خیلی بسته همه آدم‌ها، حالا نه بگم هر کی هنرکار نمیکنه چارچوب داره و خیلی بسته است، ولی خب میدونی اون بحث هویت باعث میشه تو وقتی میذاری کنار یه احساس عذاب وجدانی بهت دست بده، یه جورایی که آره. ای بابا مثلا چی شد، من که شدم مثلا همه آدمایی که صبح میرن سر کار یا میرن دانشگاه میان. آره اون فاز عادی بودنه. ولی خب من یه جایی بود توی زندگیم که واقعا از ته دلم میخواستم که مثل خیلیای دیگه باشم. یعنی اینجوری بودم که کاش اصلا این موزیک نبود. یعنی میگم به خاطر شرایط سخت ایران شاید به خاطر این بوده. حالا باز نمیدونم، شاید اگر مثلا اونورم بودم باز یه سری چیزای دیگه بود که مثلا باز میومدم حالا اینو میگفتم. آره ولی آره خلاصه خیلی برام هم قشنگ بود کلن اینکه مثلا موزیک توی زندگیم بود، هم سخت بود. یعنی مثلا نمیشه گفت فقط یه چیز. و اینکه آره خلاصه من پیش همون چیز آقای فرید فهیم که دیگه رفتم کلاس، بعدش دیگه یه مدت نرفتم، ولی مثلا پیش خودم همجوری خودم مثلا کار میکردم، مثلا همین صدا سازی و اینا. یادم اون موقع متد چیز بود، سینگین ساکسس، اونو خیلی کار میکردم. ببین حالا اصلا اینم بگم که چی شد. ببین من میخواستم نه بابا راحت باش. ببین من اصلا میخواستم برم رشته موسیقی بخونم توی دانشگاه. بعد گفتم اوکی من کنکور هنر میدم. بعد خیلی هم وقتم کم بود، توی 6 ماه من مثلا میخواستم اینو اوکیش کنم، ولی خب نمیشد عملا. آره دقیقا. بعد آره دیگه رتبهشو نیاوردم حقیقتا. خب خیلی رتبه کمی، یعنی بعد خیلی رتبه مثلا خوب باشه و بالا. کدوم دانشگاه می‌خواستی؟ دانشگاه تهران. بعد دیگه چیز کردم، گفتم اوکی ولش، میرم زبان. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقع من خیلی موزیک ژاپنی گوش میدادم و من فقط هم رشته زبان ژاپنی رو زدم. یعنی من مثلا 5 تای اولم کل مثلا موزیکا بود، بعد دیگه انتخاب ششمم مثلا زبان ژاپنی دانشگاه تهران. خب یه چیزی قبلش بپرسم. بگو. تو دبیرستان و اینا همجور عادی رفتی؟ یعنی مثلا هنرستان موسیقی اینا بهش فکر نکردی؟ نه من چیز رشتم انسانی بود. خب یعنی اون موقع اصلا بهش فکرم نکردی؟ اون موقع به خاطر این رشتم انسانی بود که چون که میخواستم برم فلسفه. خیلی باحاله که. ولی باز دوباره چینج شد. نه آخه چون حالا خیلی ها مثلا گفتن نه حالا فلسفه نرو، چون که زیاد توی ایران مثلا خوب نیست، خیلی محیطش بسته است و اینا. آره میفهمم چی میگی. و اینم بپرسم که تو حالا گذشتیم یکم از اون تایمی که مثلا تو تازه شروع کردی و اینا. ولی خب تو خانواده چه جوری بود؟ مثلا کسی موزیک باز بود یا مثلا علاقه داشت؟ توی خانواده از کجا اومد اصلا؟ داییم اصلا کلا کسی که باعث شد من خیلی مثلا به سبک متال علاقه من بشم داییم بود، چون من اصلا داییم عشق کلا، یعنی اون موقع بخوام بگم عشق پینک فلوید و اینا. بعد آره دیگه از سمت حالا خانواده پدرم جفت عموام حالا مثلا موزیسین بودن، ولی خب چیز مثلا موزیک سنتی. آره. ولی میگم یعنی حالا این فازه بوده. و اینکه خب مثلا کیبورد داشتین خونتون؟ آره کیبورد چیز یادم که اون موقع که مثلا بچه بودم، یعنی همون موقع برام خریدم. یعنی من فکر کنم مثلا پدری مادری کسی داشته؟ نه خب خوبه پس، یعنی مادر پدر خودشون میخواستن که من اصلا موزیک کار کنم، یعنی اینجوری بودن که تو اصلا فقط همون بار موزیک کار کن. آره حتی قبل از اینکه مثلا نشون بدی که علاقه داری؟ نه
وقتی که نشون دادم که علاقه دارم. یعنی انقدر که اونا مثلا علاقه توی من دیدن گفتن تو فقط همون برو مثلا موزیک کار کن. بعد من حالا به خاطر مثلا ADHD یا هر چیز دیگه ای هم که بود نمیدونم، ولی آره دیگه به خاطر ADHD، چون ببین من مثلا بچه بودم، تو همون بچگی تشخیص دادن که من خیلی شدیده این حالت ADHD. و چرا؟ به خاطر اینکه اصلا سر کلاس حتی من مثلا نمیتونستم بشینم، یعنی من مثلا وای میستادم سر کلاس و فکر کنم مثلا همه اینجوری بودن که مثلا معلممون اگه مثلا یکی وای میستاد میگفتم مثلا بشین، بعد اون میگفت خب چرا پس روژین وایستاده؟ میگفت خب اون روژینه. یعنی آره دیگه خلاص اینطوری. آره من خودم هم همین الان باورت نمیشه، ببین من الان 30 سالمه، خب بعد سر کار میرم مثلا یه جلسه ای دارم و همش هم جلسه دارم، یعنی مثلا روزی 4 تا جلسه. ببین 10 دقیقه میشینم، بعد مثلا جلسه میتونه یهو طولانی بشه. بعد مثلا بعضا آدمایی هم هستن که خب من شاید اولین بار دارم میبینمشون و یه کاری رو سفارش دادم به شرکت ما و من مسئول اینم که این کار رو از اینا بگیرم و تو تیم پخشش بکنم با من یه سری تسک. ببین توی همچین جلسه ای من کلا وایسادم، یعنی وایسادم دارم به تخته نگاه میکنم، حرف میزنم، دور میز میچرخم، اصلا یه وضعیه. نمیدونم چرا کلا توی حالا اونایی که بیشتر سمت موزیک و اینان خیلی زیاده این ADHD. آره و میگم مال من حالا از همون بچگی تشخیص داده شده بود، چون توی خب دخترها خیلی کمتره، یعنی حتی مثلا تو اگه بزنی توی مثلا آمار خیلی کمه توی حالا اینکه واقعا طرف ADHD داشته باشه، نه اینکه مثلا طرف بیاد بگه اوکی من اینا رو دارم پس من ADHD، نه این نیست واقعا. باید از همون بچگی مثلا تشخیص بدم. بعد آره من مثلا واقعا درس گوش نمیدادم، بعد درس گوش نمیدادم، بعد مثلا توی یه روز کلشو میخوندم و بعد مثلا 20 میشدم. چه باحال. آره اینجوری. و مثلا ببین من بیشتر سوالم این بود، تو مثلا تا 7-8 سالگی که حالا کیبورد بگیرم برات و اینا چجوری تشخیص دادن که تو به موزیک اصلا علاقه داری؟ میدونی چون داریم یه کاری میکنیم که اینو میخواستم بگم مثلا میگم به خاطر اینکه مثلا من سر کلاس درسم که بودم داشتم مثلا برای خودم مثلا شعر مینوشتم یا مثلا نمیدونم موزیک مثلا تو ذهنم بود، همینجوری داشتم برای خودم آهنگ میخوندم، یا مثلا میگم چون به درسام توجهی نداشتم و کل توجه من به حالا موزیک بود از همون بچگی. یعنی اینجوری شد که اونا فهمیدن. ایوه. آره. خب ببین دانشگاه گفتی رفتی زبان ژاپنی. آره به خاطر اینکه میگم گفتم خب نشد برم موزیک تو ایران، گفتم اوکی پس میرم زبان میخونم. بعد زبانم چون اون موقع من خیلی کلن توی این سبکای مثلا موزیک متال ژاپنی که حالا به همون مثلا ویژوال کیو یا اوشاره کیو اینا معروفه، توی اونا خیلی مثلا علاقه مثلا نشون دادم نه. بعد دیگه گفتم اوکی پس میرم یه چیزی که به این ربط پیدا کنه که بعداً برم ژاپن. بعد خیلی جالبه، خیلی خنده داره که من رفتم حالا این زبان رو خوندم و حالا ارشدشم که دیگه گرفتم، ولی بازم یعنی مثلا نمیخوام که دیگه برم ژاپن. یعنی من الان میتونم برم ژاپن منتها دیگه نمیخوام برم. چرا حالا نمیخوای بری ژاپن؟ ببین من خیلی ژاپن رو دوست دارم، خیلی هم کشور خفن و خوبیه، ولی ببین مشکلی که داره اینه که خیلی ژاپنه. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی میری اونجا فقط توی ژاپنی، یعنی از اون وایب مثلا حالا اینترنشنال خیلی دیگه فاصله میگیری. آره میفهمم. و من چون میخوام مثلا متال کور و اینا کار کنم توی ژاپن، اگه بخوام برم مثلا سبک متال کور کار کنم باید متال کور ژاپنی کار کنم. یعنی من نمیتونم بیام مثلا متال کور انگلیسی بخونم توی ژاپن و حالا فن جمع کنم. آره میفهمم. حالا هستن یه سری این کارو میکنن ولی اونقدی میگم اونقدی مثلا این قضیه باب نیست. آره. یعنی اگه من برم مثلا آمریکا یا حالا انگلیس برم همون جایی که اصلا حالا مهد اون سبک حالا این موزیکو کار کنم، خب خیلی منطقی تره تا اینکه برم ژاپن.
آره درسته. چون آره من یه پادکستی داشتم گوش میکردم، یه دختری بود اتفاقا تو ژاپن داشت زندگی میکرد و داشت در مورد فرهنگ ژاپن و اینا میگفت. حالا به غیر از اینکه خب ژاپن بالاخره کشور خیلی پیشرفته و به بازار جهانی و همه اینا کاملا متصله، ولی خب اون فرهنگ شرقیشون، اون مدل، یه سری مدل عجیب غریب و اینا توشون دیگه انقدر ریشه داره که مثل یک جامعه مثلا باز که مثلا مثل فرض کن کانادا، مثل آمریکا، مثل انگلیس که آدما پذیراترن حتی و قابل فهمتر واسه ما نیست، یعنی سخت دقیقاً. میشه فکر میکنم زندگی. دقیقاً آره خیلی بد. هم این که حالا من یه چیز ژاپن رو خیلی دوست دارم، اونم اون فاز لایولی بودنشه، چون خیلی لایولیه. مثلا خیلی دوست دارم برم، اگه بخوام برم خیلی دوست دارم برم اوساکا. چون کلی مثلا کجا نمیدونم، اوساکا یکی از مثلا شهرهای ژاپنه، مثل حالا اصفهان ما که مثلا اینجا مثلا پایتخت دوممونه، اونم همینه، اینقدر مثلا چیزه بولده. بعد آره مثلا خب کلا اوساکا یا خیلی مثلا آدمای راحت‌تری ان نسبت به مثلا توکیویا. حالا شاید من به خاطر این خیلی حالا بیشتر باشون حال میکنم، ولی در کل اینجوریه که میگم باز اون وایب این که فقط ژاپن، آره حالا به خود حالا ژاپنیا که مثلا بهش میگن همون مثلا نیپون، خیلی چون مثلا اینجوریان که میگن نیهون، یعنی خود ژاپن میشه نیهون، ولی با یه ارق خاصی میگن نیپون، یعنی مثلا انگار مثلا ژاپن خفن، یه همچین آره فازی دارن. فاز ملی گرایانه آره شدید خیلی فاز ملی، دارن. آره دقیقاً. آره دیگه نگاه هم بکنی به تاریخشون، سامورایی‌ها و آره فلان من دوست دارم، من هنوزم ژاپن خیلی دوست دارم، ولی اینکه برم زندگی کنم میگم جز پلنم نیست. خب روژین، تو حرفایی که زدی اشاره کردی چند بار به این که مثلا یه جاهایی در زندگیت خواستی که یکم دور شی از موزیک. شاید یه بخشش به خاطر این بوده که برای خانوما خب کار کردن سخت‌تره و تو هم یه جورای اولین مهمون این پادکستی که داره کار موزیک میکنه. البته قبل‌تر تو بهاران بود، ولی بهاران داشت یه استارتاپی داشت در زمینه موسیقی و خب ما همه هم اینو میدونیم دیگه که خب برای خانوما خیلی این قضیه سخت تره و میخوام یکم از این سختیایی که باهاش مواجه شدی بهمون بگی، چون که میدونم که حالا به تازگی هم یه ترکی منتشر کردی و فکر میکنم اولین ترک اورجینالت باشه و خب ببین خیلی کمه از نظر من، دیده من آدمایی که الان دارن کار میکنن کمن، خب مخصوصا دخترها، مثلا خانوما، و در عین حال یک توقعی هم انگار وجود داره خب که وقتی یکی داره کار میکنه، مثلا حالا یه ترکی داده، این یه چیز ایدئالی باشه مثلا بهتره کنه. آره ولی خیلی مسخره است این، بخاطر آره ما داریم تجربه میکنیم دیگه. آره خب و بازخورد حتی اینجا ما جایی هم نداریم که حتی بریم اجرا کنیم، یعنی اینقدر شرایط بده که ببین من حالا بخوام مثلا کلشو بگم اینجوریه که تو یه رویایی داری ولی انگار که توی حالا قفس داری زندگی میکنی، چون که واقعا همینه. من خیلی دوست دارم برم لایو، یعنی من اصلا واقعا بیشتر از هر چیزی دوست دارم برم لایو. آره کلا یعنی اصلا از این که مثلا بشینم تو خونه نمیدونم ویدیو اینا اصلا میدونی انگار من نیستم، ولی خب چون که مجبورم یعنی هیچ راه دیگه نیست، اوکی خب دیگه اینم باید انجام بدیم. آره ولی میخوام اینو بگم که شاید من خیلی دوست داشتم که تو همین ایران دختر نبودم صرفا، یعنی مثلا پسر بودم. آره یعنی شده که من اینو بخوام. میدونم چی میگی. آره. و این به خاطر یعنی همون محدودیت‌ها و علاقه به لایو و اینا. آره دیگه میگم خیلی دوست دارم. حالا شاید من خیلی دوست دارم ولی میگم اون لایو برای من خیلی مهم بود همیشه. و یه
حالا مسئله هم که هست اینه که خب اون ور حالا مثلا میگن خب تو چرا نمیری اون ور لایو و اینا. خب آره، ولی خیلی شرایط خاصی میخواد که تو بتونی بری اون ور حالا لایو بذاری و اون حالا فیدبک های خوبو مثلا بگیری. آره. یا اینکه مثلا بیان همه میدونی اینا همه خودش یه چیز مسئله است. چون تو توی یه کشوری هستی که اونا خودشون توی این زمینه موزیک و کلا مدیا و اینا خیلی خفنن و خیلی جلوتر از ماهان. آره. یعنی ماها اصلا در مقابل اونا هیچیم. حالا مثلا ببخشید اینطوری میگم نه ولی خب اصلا تو سبکی هم که تو داری کار میکنی آره اینها تو سبک اصلا کلا سبک من که هیچی. اصلا سبک من فقط توی مثلا فلان جای آمریکا نمیدونم فقط اونجا مثلا شاید وایب خوبی مثلا ازش بگیری. میدونی چی میگم؟ یعنی شاید حتی خیلی از فنای متال حالا جهانی هم خیلی هاشون دوست نداشته باشن بگن این چیه. اصلا چرا باید مثلا متال انقدی قاطی شه با پاپ و الکترونیک؟ خیلی اصلا گارد دارن روی موضوع. آره. ولی من چون میگم من اول اصلا متال هارهار میخوندم. یعنی چی متال هارهار؟ متال هارهار یعنی یه اصطلاح آفیشاله یا چی؟ نه بابا خودم میگم. دیگه از تا نه اینجا رو که کات نمی‌کنم. خب آره ببین من یعنی میخوام اینو بگم من اصلا متالی که میخوندم مثلا بیشتر از مثلا تکنیکای فالس کورد و اینا حالا استفاده میکردم که اونا خیلی قشنگ‌تره. یعنی اگه بخوای حالا استفاده کنی توی ترک. ولی خب چون که دموده شده بود من گفتم نه من نمیخوام آهنگی که میدم از فالس کورد استفاده کنم. من باید برم باید مثلا برم فرای اسکریم رو یاد بگیرم بعد که اون اوکی شد فقط تو اون حالت بخونم که وقتی میخوام متال بخونم بازم کیوت باشه. خب معلومه که این سخته. یعنی تو هم میخوای مثلا کیوت باشی هم میخوای متال بخونی هم خب واقعا سخته. آره. و میگم حالا اینش جالبه که خیلی ها مثلا فکر میکنن طرف بلد نیست که اومده یعنی کاملا برعکس میکنن. و میگم در صورتی که متال خوندن تو مثلا اگه بیای یه چیز مثلا فالس کورد اونجوری بخونی خیلی راحت تر از اینه که بیای هی سافتش کنی. چون تو وقتی میخوای مثلا اسکریم شروع کنی اولش اصلا صدات یه گین زیادی داره. آره. تو انقدر باید روش کار کنی که حالا اتفاقا اونو نرمش کنی و اون مثلا گینه رو بیاری پایین. آره. حالا اینا نمیدونن مثلا فکر میکنن تو مثلا بلد نبودی. آره میدونم چی میگی. آره خلاصه میگم بیشتر کلا طرفدارای متال هم اینجوریان که حالا این یه چیز کاملا جهانیه. اصلا سبک حالا متال کور نمیدونم پست هارد کور کلا اینجور سبکا یه جورایی انگار مثلا براشون اینطوریه که نه این مثلا یکم سوسوله. یعنی حتی خارجی‌ها یعنی آره. اینجوریان. میدونم چی میگی. آره. ببین 2 تا چیز اشاره کردی بهش که جالبه به نظرم که بیشتر در موردش صحبت بکنیم. یکی این که میگی خب اونور آدم بره خب رقابت سنگین‌تره. دقیقاً. اونا خب اصلا این سبکا بیشتر اصلا روتش اونجاه. به ما یه جورایی به ما هیچ ربطی نداره دیگه. مثلا بریم موسیقی سنتی ما رو بررسی کنیم مثلا طرف نشسته داره مثلا تنبور میزنه خب و یه فاز مثلا کاملا زمین تا آسمون متفاوت و از طرفی خب تو گوش اونا بیشتر بوده از ابتدا از بچگی باش بزرگ شدن. پدر مادراشون با این موزیکا اصلا بزرگ شدن تو این چه میدونم کنسرت‌ها و فستیوال‌ها و اینا رفتن دیدن. و از یه طرف دیگه هم یه نکته‌ای من بخوام اشاره بکنم اینه که مخاطبی که تو ایرانم هست خب اونا رو شنیده. میدونی چی میگم؟ یعنی مرجع کسی که تو ایران داره مثلا به این سبک علاقه داره، حالا نه به این سبک که میگم منظورم کلا متاله، چیزی که شنیده بیشتر موسیقی اونور بوده دیگه. بنده ایرانی خوب من نمیگم مثلا نیستن، هستن ولی کمن واقعا. یعنی بند متال ایرانی خوب که حالا حتی بخوایم بگیم چه فارسی بخونه چه چیز انگلیسی کمه. واقعا کمه، خیلی کم. اصلا میتونم بگم نه هیچی اوکی خب خواستم بگم میتونم بگم نیست. نه هست ولی کم هست. کمه. آره هست کمه. این هست ولی کم هست خیلی. و
آره و مشکل دیگه اینم یه پوینتیه. ببین مثلا من نوعی که مثلا فن متالم و حالا سبک‌های زیر مجموعه‌اش و تا حالا بهترین کارهای جهان رو شنیدم، خب و اول مثلا یک مواجهه‌ای دارم با یه بند ایرانی، با یک وکال ایرانی، خب مخصوصا که دخترم باشه، چون که دخترها خب صداشون یه حالت همونجور که میگی کیوتوره یا مثلا احساسی تره، نرمتره، زیرتره و همین باعث میشه که مثلا خب تو سبکی که طرف خواهد اسکریم کنه و مثلا اون حس حال خرابه، میدونی، یا حس دار که دقیقاً اینو به تو برسونه. خب اکثر طرفدارای متال هم اینجوریان که خب بیشتر با وکالای مرد بیشتر حال میکنن با اون صدا. در این حال تو که اصلا هدفمند داری میری سمت اینکه نه، من اصلا از قصد، یعنی دقیقا. میگم من مثلا اسکریم فالس کوردم خیلی اتفاقا گین بالاست و اصلا چیز صدای بمی داره، ولی میگم از قصد رفتم یه مدلی کار کنم که حالا بیشتر اون فاز کیوت و اینا حفظ شه، یعنی چون الان هر چی که جلوتر میریم، الان مثلا اسکریم هایی که من خودم حالا میپسندم، مثلا همون شاید بگم مثلا همون برینگ می دی هورایزن و اینا، خیلی کلن چیزن، خیلی انگار زیرتره دیگه. الان مثلا مردم نمیان اونجوری، کلا هرچی که مدرن میشه اینجوری میشه. ولی خب ایرانیا هنوز خیلی مونده که بخوان حتی مثلا تو همین سبک کل سبکای متال بخوان بیان بالا دیگه، چه برسه به این که تو یه ساب ژانر خاص. میفهمم. حالا نمیشه انتظار اینو داشت. یکم این که اوکی هم هستا، یعنی من واقعا انتظار خاصی ندارم. میگم من اصلا از یعنی اون وقتی که اومدم موزیکمو دادم بیرون گفتم که من میخوام یه سری فن حالا خارجی جمع کنم. حالا این وسط یه سری از ایرانی هم واقعا خیلی حمایت کردن که واقعا دمشون گرم، یعنی خیلی، یعنی انگار مثلا سورپرایز هم شدم، یعنی اینجوری بودم که ایول که اینقدر حمایت کردن، اینقدر مثلا دوست داشتن، یعنی من اصلا انتظار نداشتم. و اینکه من حالا به خاطر همین موضوع میخوام توی حالا کار بعدی احتمالاً یه کاری میدم که خیلی سنگین تر باشه، که صرفا از اون فالس کوردم استفاده کنم که اینو اینجا بذارم توی اون چی میگن توی اون حالا آرشیوم باشه و بعد دوباره به اون سبکی که خودم میخوام برمیگردم. میدونم چی میگی. آره که آره کلا این برآورده کردن انتظار بقیه هم چیز سختیه دیگه. مثلا آره خیلی سخت. آره من شخصا تا الان یه دونه کارم مثلا بخوام بگم آفیشال مثلا دادم بیرون ندادم، نه اینکه به خاطر اینکه میترسم که مثلا آدما خوششون نیاد یا خوششون بیاد، به خاطر اینه که من مثلا موسیقی برای من این نیست که فن جمع کنم مثلا، میدونی، یعنی هر کی خب تعاریف متفاوتی داره. مثلا برای من اینه که من خودم دارم حال میکنم و شاید مثلا یه تایمی مثلا تو 50 سالگی مثلا حتی یه آلبوم بدم و تمام. خب شاید هم اینجوری نشه، شاید مثلا یه تایمی شروع کنم کلی کار کردن، ولی و اصلا حوصله اینم ندارم که بخوام مثلا من چیزی که دارم ازش لذت میبرم، خب به عنوان موزیک، حالا میتونه هر چی باشه، خب مثلا من خودم واقعا دارم مثلا کارهای اتمسفریک آکوستیک انجام میدم، یعنی با یک سری ساز آکوستیک صداهای اتمسفریک ایجاد میکنم و مثلا تو اصلا آدما به این نمیگن موسیقی، میدونی چی میگم، یعنی مثلا به این میگن سر و صدا. خب و مثلا صدای جنگل در ایجاد کردن با ساز، آره دیگه قاعدتا نه، خب واقعیتش هم مثلا شاید بهش نشه گفت یه ترک فلان، بیشتر یه حالت مدیتیشن توری و اتمسفریک و ایناست، ولی خب برای من جذاب و باحاله مثلا نهایتا تو اینستاگرام هم یه ویدیو 30 ثانیه‌ای بذارم، خب ولی حوصله این که اصلا سر و کله بزنم حالا بخوام مثلا میدونی درگیر این چیزهای اجتماعیش بشم و اصلا ندارم. ولی کلا دمت گرم که آره بگو یستش. ببخشید من این ADHD اجازه نمیده نه بابا که اصلا بذارم. آره منم که آخه میرم توی چیز دیگه، میرم رو منبر. نه خب اوکی ببین حقیقتا یه چیزی، من یه درسی گرفتم کلن بعد از حالا این چند سال اخیر توی زندگیم، اونم این که باید با ترست روبرو بشی، یعنی باید از قصد. ببین من دقیقاً میرم جاهایی که ازش میترسم. من الان اینجا که نشستم خیلی استرس اینو داشتم که الان مثلا میخوام صحبت کنم اوکی باشه فلان اینا، چون خب واقعا میگم مثلا تجربه اولم بود
ولی خب من مثلا میتونستم بگم نه ببین اشکا من نمیام، یا حالا الان فعلا مثلا آمادگیشو ندارم. آره. ولی میگم واقعیتش اینجوری بود که برام جذاب بود که حالا بیام با این ترسمم حالا مقابله کنم و کل کار موزیک همینه. یعنی میخواستم الان اینو بهت بگم که حالا مثلا میگی که تو شاید اینجوری باشی. آره. حالا اینم یه دیدگاه ها و خیلی هم دیدگاه خوبه، نمیگم بده خب، ولی کلن میگم یعنی برام منم همینه، منم مثلا حوصله ندارم، منم برام سنگینه، منم اینجوریم، یا حالا مثلا حتی این یه چیزی من بگم، من علاقه هم ندارم، یعنی من دوست ندارم، یعنی تا الان پیش نیومده دوست داشته باشم که مثلا آفیشال یه آلبوم بدم خب که آدما خیلی دوست دارم خب، ولی در حال حاضر خودم اصلا در اون سطح نمیبینم. بحث اون ایدئالگرایی هم هستا، یعنی من نه ببین آخه این ایدئالگرایی هیچ وقت تموم نمیشه. من اصلا در این موضوع الهه ایدئالگرایی بودم. من خیلی وسواسی بودم، یعنی در حدی که ببین مثلا من میگم من از 7 سالگی موزیک شروع کردم، از 16 سالگی وکال کار میکنم و مثلا حالا فکر کن مثلا موزیکم میساختم از همون یعنی بخوام موزیک حالا درست حسابی در حد این که بتونی بشنوی و من از همون 18 سالگی میساختم. آره. ولی هیچ وقت کار ندادم بیرون، یعنی اینجوری بودم که نه من کار واقعا الان نمیتونم بدم بیرون، باید این به اون سبک فلان. حالا و جالبه بازم نشد، یعنی بازم کار اون چیزی که من 100 بخوام نشد. آره ولی من دیگه دادمش بیرون، گفتم دیگه بذار ببینیم چی میشه اصلا. آره دیگه موهامون داره سفید میشه. یعنی ببین میگم من حالا شاید چون واقعیتش اینه که واقعا هدفم این بود که به اون حالا مثلا اون وایب آرتیستیکی که میخوام برسم. آره. چون مثلا خیلی ها هستن حالا میگی صرفا براشون فانه یا حالا میخوان به یه آرامشی برسن از طریق موزیک یا هرچی، ولی نه من شاید بگم که موزیک واقعا بیشتر از اونه که برای من اصلا آرامش داشته باشه، فقط استرس و استراب داشت توی زندگیم. یعنی کلش استرس بود. آره. یه ذره خب من مثلا روی کردم متفاوته دیگه. آره دیگه. یعنی مثلا من اینجوری هم که برام اصلا فان نیست. نه. خب یعنی حاضرم مثلا آره یعنی برام جدی ترین مسئله زندگیمه خب، و مثلا براش یه عالمه هم انرژی و هزینه میذارم، منظورم هزینه زمانی، هر نوع از هزینه میذارم که اون حس درونیم ارضا بشه. خب در عین حال چجوری بگم، ببین مخاطب خب کلن یه بحث گنده ای، اصلا بحث فلسفیه. خب مثلا خیلی هم میگن هنر، حالا هر هنر مثلا نقاشی خب آره. تا زمانی که مخاطبی با این برخورد نداشته باشه خب یک بعدی از مفهومشو نداره. ولی خب آره اصلا من به حالا شخصا به اون چیزاش اصلا خیلی فکر نمی‌کنم. حالا بگذاریم این بحثای شخصیه که حالا ما فازمون هر کدوم دقیقاً چیه. من در مورد خودم که نیومدم حرف بزنم. نه من صرفا خواستم اینا رو بگم که حالا اونایی که گوش میدن اینو راجع به من بدونن که من اصلا نمیگم که الان کار من الان مثلا خیلی مثلا پرفکت شده یا خیلی اوکیه یا من الان خیلی خفنم. من اصلا الان اینجوریم که نه، صرفا دارم با ترسام مقابله میکنم، همین. آره میفهمم چی میگی. خب روشین یه سوال، ببین من دیدم توی پیجت که سبکا و زبونای مختلف رو خیلی کار میکنی، یعنی مثلا از یه طرف مثلا متال کار میکنی، از یه طرف مثلا من دیدم فارسی میخونی و از طرفی دیدم مثلا انگلیسی میخونی یا ژاپنی میخونی، بلوز میخونی، جاز میخونی. چجوریه داستان؟ چیکار میکنی؟ چیکار میکنی با خودت؟ ببین من راستشو بخوای خیلی خیلی بر اساس مودم کلا آهنگ میخونم و خیلی سبکای مختلف رو واقعا دوست دارم. یعنی هم حالا جاز خیلی گوش میدادم یه دوره، خیلی هم بهش علاقه داشتم و سعی میکردم حالا یه چند تا آهنگ ازشون حالا کاور کنم. همین که مثلا خب
سبک متال هم که دیگه حالا میدونی و قضیه حالا این ژاپنی و اینا هم شاید چون حالا خب بالاخره رشتم بود توی دانشگاه و حالا موزیکشون هم زیاد گوش میدادم، خیلی کلا دوست داشتم که یه جوری حالا عجینش کنم با یعنی یه جوری میکسش کنم با حالا موزیک خودمم. میفهمم. و میگم به خاطر اون فضای حالا انیمه و اینجور چیزا باز خیلی منو علاقه‌مندتر میکرد به این که بخوام کلا از زبونشونم یکم استفاده کنم توی کارام. آره. توی حالا کار مثلا اورجینال خودمم. و این که آره دیگه کلا سلیقم چون خیلی سلیقم متنوعه، به خاطر همین موزیکایی هم که کار کردم خیلی متنوعه. ولی از یه جا به بعد تصمیم گرفتم که توی یه سبک خاص حالا بخوام مثلا موزیک اورجینالمو بدم بیرون، چون خب نمیشه توی چند تا سبک مثلا موزیک اورجینال آدم بده بیرون دیگه، واقعا نمیشه، خیلی به هم ریخته میشه از بابت اون فن بیس و اینا، میدونی؟ میفهم. ولی اجازه نپذیرم چون مثلا یه سری آرتیست خیلی خفن هستن. من خیلی دوست دارم، یعنی تو اگه الان اینو واقعا اینجوری باشه، من از فردا الان حاضرم برم چند تا سبک همینجوری بدم بیرون. به نظر من میگم ما یه ذره متفاوت توی یه سری چیزا نظرمون. خب آره. چیزی که من متوجه شدم، ولی من مخالفم با این، چون من دیدم خیلی آرتیستا مثلا تو یه آلبومشون رو گوش میدی، آره خیلی اصلا یه چیز دیگه است، یه آلبوم دیگه شون رو گوش میدی کاملا یه چیز دیگه است و در این حال خیلی هم فن دارن. یعنی حتی مثلا ببین من بیشتر در مورد بندا دارم صحبت میکنم. خب مثلا تو یه بندی رو میبینی سال 1980 یه آلبوم داده، الان سال مثلا 2000 هم یه آلبوم داده، 2020 هم یه آلبوم داده، بعد مثلا اینا رو مقایسه میکنی میبینی کلا ژانر عوض شده. ژانر عوض میشه. آخه ببین یه چیز هم هست، اینی که تو حالا داری میگی این باز تو همون سبک حالا متال ژانر عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی بازم متاله، نه اینکه مثلا مثل من یهو حالا مثلا مثال میگم یهو مثلا بیاد رپ ملودیک فارسی مثلا بخونه یا حالا علاقه داشته باشه، بعد از اون ور مثلا متال کور، یعنی اصلا نمیشه اینا. خب یا اینکه مثلا جاز من یهو اگه الان بخوام کار کنم، خب طرفدارای جاز خیلی کمترن باز، یعنی باز اگه 4 تا طرفدار داریم تو همون سبک متال همون 4 تا میشن 2 تا آره. توی سبک جاز. ولی ببین من مثلا کلا یه دیدگاه نسبت به ژانر و سبک و اینا اینه که تو میگی من سبکم اینه، خب من کارم تو این سبکه. یه دیدگاه دیگه که من بیشتر شخصا حال میکنم اینه که میگی من کارم موسیقیم اینه. خب حالا من اصلا همینم، من خودم اتفاقا واقعیتش میگم و دیدگاه هم همینی بود که تو الان داری میگی. ولی حالا از یه سریا که توی این کار خیلی فعال بودن سوال کردم، اونا پیشنهادشون این بود که تو یکی این که مثلا پیج اینستا تو یه کمی مثلا سر و سامون بده از این بابت که یک رنگ شه، یک جور شه، مثلا آره، یعنی مثلا اینقدر تی سویچ میکنی این باعث میشه که در وهله اول حالا اون شنونده ها گیج‌تر بشن. میفهمم. یعنی میدونید چی میگم؟ شاید اگه مثلا من حالا یه کمی اگه معروف شم این اوکی باشه. ولی خب ببین باز مثلا یه سری کارا هست تو میشنوی المان‌های، اتفاقا من به شدت فن این کارام، خب المان‌های مختلف از موسیقی فیوژن و اینا منظورته؟ آره فیوژن‌های خفنی هست. یارو مثلا موسیقی مثلا فرض کن عبری میشنوی، خب اصلا وکال عبریه، فاز ریتم و ملودی عبریه، از اون طرف متاله. منم حتی هیچ گونه ایده راجبش ندارم. مثلا سبکای مختلف یه ترکی هست، یه سری از ترک‌های ایگور هست اگه گوش کرده باشی مثلا که اینقدر خلاقانه و خفنه که مثلا تو میگی این چیه الان؟ این داره کلاسیک میخونه، داره اپرا میخونه، یا داره مثلا چی کار داره میکنه؟ ولی اینقدر خفنه که مثلا منی که اونجوری حالا فن مثلا موسیقی متال نیستم، خب
یعنی دوست دارم ولی خب اونجوری نمیتونم بگم عاشق مثلا. آره ولی اونو گوش میدم حرام میریزه، خب برگام میریزه، میگم واو آره این میدونم چیه؟ ولی بازم حال میکنی. خیلی حال میکنم. آره ببین من خودمم اتفاقا یعنی اگه بخوام نظر خودمم اینه که انسان کلن چیز مودهای مختلفی داره توی زندگیش. به خاطر همین من خیلی خودم فن اینم که بخوام چند تا سبک بخونم، ولی میگم انگار نمیشه. نه حرف تو که کاملا متوجهم. آره فعلا دارم سعی میکنم روی سبک تمرکز کنم. فقط به عنوان خیلی یعنی میخوام منظورم واضح تر بگم اینه که شاید تو توی یه ترک بتونی از المانهای حتی موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی متال، موسیقی هر چیزی که مثلا جاز و بلوز همزمان مثلا استفاده کنی خیلی هم خوب باشه. یعنی بعضا امکانش هست، سخته. آره امکانش هست، مثل همین کاری که من تو همین مثلا آهنگ رد دریم کردم، اومدم اون فضای الکترونیک ژاپنی و مثلا اون پاپ الکترونیک ژاپنی و با اون حالا مثلا فضای متال یا مثلا از مثلا تیکه حالا بریک دان آهنگ یهو مثلا خیلی ترک متال میشه ولی قبلش اصلا انگار پاپ الکترونیک ژاپنی مثلا. آره. البته خب ژاپنی که کلا 5% لیریک هم ژاپنیه ولی در کل آره میفهم. خلاصه آره ایوه. خب روژین، همه این محدودیت هایی که حالا در موردش صحبت کردیم، من شنیدم که گفتی میخوام برم، یعنی دوست داشتم برم ژاپن، حالا الان دوست دارم برم شاید مثلا انگلیس، آمریکا فلان. الان برنامه‌ای داری براش یا مثلا چجوریه داستانش؟ ببین در حال حاضر چطوری بگم، من چون کلا این ایدئالیست بودنه انگار که همیشه هست با آدم، این دقیقاً هم سر حالا موزیکم بود که هی مثلا آهنگ نمیدادم بیرون و همم انگار سر حالا رفتنمه از ایران. آره. یعنی این که الان حالا یه سری کشور الان میتونم برم ولی باز یکم وسواسی هم که نه بخوام مثلا حالا کجا برم. آره. از بین اینا. و یکی هم این که حالا اگه بخوام مثلا دانشجویی برم خب یکم بحثش باز فرق میکنه. آره. ولی اگه بخوام دانشجویی برم حتما دیگه این بار موزیک رو انتخاب میکنم. میدونم چی. و ببین یعنی تو فقط به خاطر موزیک کار کردن میخوای بری؟ اگه بخوای بری؟ ببین من اگه بخوام در این مورد صحبت کنم یه کمی حالا عجیبه ولی نه. متاسفانه کلن حالا از نظر من توی ایران خیلی همه چیز سخت‌تره و خیلی شاید بگم آدما خیلی تاکسیک ترن. آره. و من انگار بیشتر میخوام از این موضوع فرار کنم. یعنی آره ولی خب باز توی زمینه موزیک همه چی بدتر هم هست دیگه، حالا اون آره. محدودیت ها به عنوان اینکه من یه دخترم و اینا. آره میدونم چی میگی. امیدوارم روزی برسه یعنی که واقعا مثلا دلیل اصلیش اینه میفهم. که مثلا دخترم و توی ایران دارم حالا موزیک کار میکنم. میفهمم. میگم امیدوارم که اون روزی برسه که حداقل نسل‌های بعدی، البته برای ما هم که اصلا دیر نیست، ما جوونیم داریم کار میکنیم بالاخره فلان، ولی امیدوارم یه روزی برسه که نسل‌های بعدی خیلی راحت تر باشن و فکر میکنم میرسه قطعا، چون پدر مادراشون همین ماهاییم احتمالاً دیگه، میدونی، یعنی شاید حالا لزوما من مثلا بچه نداشته باشم تو نداشته باشی ولی همسن و سالامون بالاخره پدر مادر نسل‌های بعدن و اینکه همین که زندگی منو میشنون، زندگی تو رو یا آدمای امثال تو رو، حداقل در این زمینه موسیقی که ما میتونیم حرف بزنیم در موردش. مثلا من نمیتونم بیام در مورد یه چیزی که اصلا هیچی نمیدونم صحبت بکنم. امیدوارم واقعا این فضا نباشه که مثلا 20 سال بعد بگن که بچه‌ها بگن آره چون اینجا اینجوریه، چون ما محدودیم، چون اینجا فضا سمیه، اینا می‌خوایم بریم. من اینو دیدم که مثلا حالا توی خانواده خیلی خیلی این سختیه بوده که مثلا حالا نذارن اون فرزند
بخواد بره سمت موزیک. یعنی خیلی این بوده که اصلا نمیذاشتن که حالا بچه‌شون بره موزیک کار کنه، ولی من این مشکل نداشتم. آره. یعنی آره چون خب نداشتم نمیتونم چیزی بگم راجع بهش. من خب فقط در این مورد بوده که شاید بگم از این جور تعصبای حالا ایرانی ها، چون ما خیلی خانواده‌مون خیلی سنتی ان اتفاقا. حالا من اگه میشد همون 18 سالگی مثلا میرفتم اون جایی که میخواستم، چون حالا از یه سری نظرها این قابلیتش بود، منتها اونا اینطوری بودن که نه مثلا دختر تنها، یعنی میدونی یعنی یه گارد خیلی شدیدی به اینجور چیزا. آره اصلا همین دیگه بیشتر دقیقاً به خاطر این چیزا نشد. آره. حالا یه بحث اینه که خب خیلیا اصلا براشون موضوع نیست که برن موزیک کار بکنن یا یه هنری رو حالا لزوما یا بچه‌شون. آره. خیلیا خب این موضوع هست، ولی خب به قول تو این سنته هست و خیلیا هم اینجوریه که کلا آره دیگه از هر طرف یه چیزی هست. میگم الان برای خود من حالا نسبت به خود اون موزیک نیست، ولی مثلا نسبت به اینکه بخوام برم خارج، حالا اون موقع، حالا الان که نه. آره یعنی واقعا اون موقع نذاشتن. میفهم. یعنی اگه که میذاشتن و حالا حمایت میکردن الان واقعا خیلی همه چی فرق میکرد شاید. آره. ببین حتی به نظرم حالا این خارج رفتن یه بحث موزیکو که میگی، من یه دوره‌ای، حالا داستانش طولانیه، ولی یه دوره‌ای من مجبور شدم که برم یه رشته‌ای به غیر از موسیقی در هنرستان. یعنی رفتم معماری، البته دوست داشتم معماری ولی خب نتونستم برم موسیقی به خاطر اینکه یه سال دیر اقدام کردم. تو دانشگاه هم رفتم، دانشگاه معماری، دانشگاه خوبی هم بود، ولی یه جا دیگه گفتم بابا من اصلا دوست میدونم نمیخوام بعدن کار معماری به اون معنا بکنم، بیشتر علاقه دارم من موزیک. رفتم کنسرواتوار موسیقی ثبت نام بکنم. حتی من کارهای انصراف دانشگاهمو کرده بودم. خب آره. فکر کن مدیر کنسرواتوار موسیقی در اون سال، خب حالا من نمیدونم چی شد که اینو من گفت ببین نیا برو همون معماری تو بخون، اینجا چیزی مثلا عایدت نمیشه. و من اینجوری بودم که وقتی مدیر یک مجموعه کنسرواتوار داره همچین حرفی به من میزنه، من واسه چی خب برم؟ معلومه خب قطعا یه چیزی میدونه داره اینو میگه دیگه. و خب یعنی تو لولای مثلا خانواده رو رد کنی، فلان رو رد کنی، بری کارتو بکنی، تمرینتو بکنی، حتی به این نشست بری انصراف بدی، بری موزیک بخونی، یکی پیدا میشه اینجوری. و این نکته است اگه میدونید که میخواین موزیک کار بکنید یا حالا هر چیز دیگه‌ای و موانعی قطعا سر راتون هست، از جمله آدمایی که در جایگاه غلطی هن، مثل اون مدیر کنسرواتواری که در اون سال حالا بود، الان نمیدونم کیه و حتی اون موقع هم الان یادم نیست اصلا کی بود، فقط میدونم اومد به من این مشورت رو داد. اونو بیخیالش شین، اون واسه خودش داره میگه، اون نمیدونه شما کی، این زندگیتون چیه. و الانم من به روژین یعنی بهت اینو میخوام بگم که اگه مثلا الانم اصلا تایم بعدی نیست واسه اینکه تو کاراتو بکنی بری، یعنی اون ایدئال گرایی رو دمت گرم که سر مثلا حالا این یه ترک گذاشتی کنار، فارغ از این که اصلا چیه. یعنی من میفهمم این رو که هدف تو بیشتر از هر چیزی این بوده که یک استارتی داشته باشی به عنوان اینکه یه ترک بالاخره بدی بیرون. خب و این کارو کردی و دمت هم گرم. خب حالا یه چیزی که در یه حدی مثلا استانداردهای خودشو داشته باشه، یعنی من الان فقط در این حد میتونم ادعا کنم. من اصلا نمیگم که الان کارم خیلی خفن شد، الان این کارو دادم بیرون و اصلا پوینت هیچ ادعایی رو این ندارم، چون من خیلی ایدئالیست‌تر از این حرفام. میفهمم. من الان اصلا میتونم الان از سر تا پای همه چی ایراد بگیرم، الان از خودم ایراد بگیرم، الان نمیدونم میدونی چی میگم، یعنی هیچ ادعایی ندارم. آره میفهمم. و منظور این که دمت گرم این کار رو شروع کردی و میدونم که این اصلی ترین قدمیه که برداشتی واسه اینکه به یک نقطه بهتری برسی. خب روژین، حالا یه سوال، تو الان کشور دیگه اصلا رفتی؟ یعنی سفر کردی؟ ببین آره مثلا کشورهای همین اطراف و اینا، آره مثلا ترکیه و اینجور جا، آره، ولی کشورهای حقیقتا اروپایی من نه. آره. و فکر میکنیم
فضایی که تجربه کردی و چیزایی که میدونی الان بالاخره در همین کشورهای اطرافمون بالاخره فضا بازتره، چه پوینتی، چه نکته‌ای هست که خیلی تاثیرگذاره روی اینکه آدما دستشون بازتر باشه که کار هنریشون رو انجام بدن و پیشرفت بکنن؟ و اگر مثلا تو کشور خودمون این مشکل حل بشه، خیلی از مشکلات دیگه هم حل میشه. ببین فارغ از حالا اون وضعیت اقتصادی حالا این کشورهای همسایه، مثلا کاری به اونش ندارم، ولی همین که میگم یه سری از مسائل رو با هم قاطی نکردن، حالا اون مثلا چیز مذهب رو نیومدن قاطی کنن با هنر، آره با حالا هنر، این خودش خیلی چیز خوبیه، چون در هر صورت تو اونجا حالا میتونی بری و اجرا بذاری و این خیلی خوبه. آره ولی خب میگم باز حالا بعدیش هم اینه که برای خود اون کشور دیگه، یعنی مثلا تو نمیتونی بری اونجا باز انگلیسی بخونی برای حالا مردم اونجا و فن زیادی جمع کنی، مثلا کلی فن جمع کنی. اینجوری نیست واقعا. تا حالا جایی که من اطلاع دارم واقعا نمیشه. میفهم. آره یعنی تو اگه میخوای بری فن جمع کنی باید بری توی اون حالا کشور انگلیسی زبون همون لایو بذاری. ولی خب اونجا باز قضیه قضیه فرق میکنه. قضیهش چیه؟ اون مسئله رقابت است. آره چون اونجا خیلی همه خفن دارن تو اون سبک. خب ببین روژین، یه سوالی برای من پیش میاد، این که این فن داشتنه و فن جمع کردنه که چند بار بهش اشاره کردی، چه مزیتی واسه آدم ایجاد میکنه؟ یعنی چه چیز خیلی جذابی داره که آدم فن زیاد داشته باشه؟ مثلا فرض کن همین الان تو 1 میلیون فن مثلا داری در سطح بین المللی، خب و مثلا آدم معروفی هستی، چی باعث میشه تو زندگی باحالتری، یعنی چه جوری خوشایندتر میشه زندگیت از این جریان؟ میدونی؟ ببین این برای هر کسی فرق میکنه جوابش. یعنی تو حالا نمیتونی کلی بگی که فن جمع کردن اینطوریه، بیای حالا مثلا من الان یه جوابی میدم ولی این برای همه صدق نمیکنه. من برای خودم دارم میگم. آره دیگه. ببین من از اونجایی که توی موزیکام خیلی کانتنت برام خیلی مهمه. شاید برای بقیه حالا در این حد اینجوری نباشه، نمیدونم. خب ولی من چون برام خیلی اون کانتنت خیلی مهمه، اینجوری هم که این فنها به منزله حالا یه عده افرادی هستن که دارن اون کانتنتی که من دارم راجبش صحبت میکنم و دارن دنبال میکنن و این موضوع برای من خیلی خوشاینده. یعنی انگار که اون دیدگاه من دیده شده یا اینکه مشترکه میشه گفت. آره انگار مثلا شنیده شده. میدونی چی میگم؟ آره. میگم هر کسی شاید اینجوری حالا لزوما نیاد به این قضیه نگاه کنه. ما این همه آرتیست داریم، همه که مثلا من نمیدونم مثلا در این حد حالا اون کانسپت برای من مهم باشه نیستن. آره. ولی من خیلی برام مهمه، چون من اگه مثلا یه ترکی نوشتم حالا بنابر اون اتفاقاتی که توی زندگی خودم افتاده نوشتم، یا اگه مثلا حالا آرتیستیک نیمم مثلا روبوبانه، این یه منطقی مثلا پشتشه، همینجوری نذاشتم روبوبان. یعنی آره یه سری چیزا هست. آره خب حالا گفتی روبوبان، من تا الان یعنی خیلی مثلا تو رو به من روبوبان میشناختم بیشتر، چون تو اینستاگرام و اینا آیدیت اینه. اگه اوکی بهمون بگو این منطقه پشتش چیه؟ روبوبان فکر می‌کنم به معنی میشه مخفف خرگوش رباتیک. آره ببین این قضیهش اینجوریه. من خب شاید بگم 8 ساله که الان من خرگوش دارم، شایدم بیشتر. کلا خیلی هم علاقه دارم من به خرگوش و آره دیگه، حالا رو اون حساب مثلا علاقه و اینا یه جوری مثلا بعضیا که کت پرسنن، من بیشتر مثلا بانی پرسنم. و آره و اینکه حالا مثلا خیلی به خاطر این علاقه دوست داشتم حالا اون لقب خرگوش رو روی خودم هم بذارم. بعد این فاز حالا مثلا رباتیک اومد حالا پشت این قضیه. ببین من یه سری سالها توی زندگیم بود که میتونم بگم این چند سال اخیر یه سری چیزای عجیب دیدم کلا از حالا اطرافیانم. یعنی میگم حتی نمیتونم بگم ناراحت کننده،
عجیب. آره. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا فکر کنم حالا اشاره کردم که متاسفانه یه سری اون فضای حالا تاکسیک مثلا هست تو ایران. اینو من خیلی دیدم توی اطرافیانم و یه جاها خیلی من رنجیدم، ولی خب باز من راه خودم رو رفتم. حالا میشه گفت حالا هم از دوستا، هم از همکارا، هم حالا هر چیز دیگه. ولی کلا بعد از این قضیه شاید بگم من خیلی حالا قبلش کلا منو به یه آدم فوق‌العاده حالا احساساتی میشناختن، چون من خیلی با احساساتم همیشه کلا احساسات من خیلی لایو بود، خیلی مثلا زنده بود بوم. اینجوری نبود که مثلا بکشمشون. میفهمم. ولی بعد از یه دوره که مثلا دیدم مثلا انگار کلا قضیه خیلی فرق میکنه، کلشو آف کردم و دیگه در حدی که مثلا گفتم اوکی بیام این اسم مثلا ربات رو اینجوری بزنم مثلا پشت اسمم. آره. بعد شدم مثلا روبوبان. آره. کلش شکلی یه ذره دارک هم هست دیگه. آره دیگه خب چرا دارکه. ما باید مثلا ببین حمایت و مسخره نکردم، مثلا من چیزایی که اصلا الان به حرف تو رو خیلی نمیخوام در مورد تو نیست، این حرفم کلیه. یعنی ما میبینیم دیگه این تاکسیک بودنی که میگی، مثلا آدما همدلی نمیکنن، آدما مسخره میکنن، آدما سعی نمیکنن درک بکنن آدمای دیگر رو و آدما قضاوت خیلی زیاده مثلا دارک میکنن. خب و همین باعث میشه خب آدما اینجوری باشن که خب من اگر مثلا متاسفانه ببین من الان گفتی الان یه جورایی مثلا دلم چیز شد. ببین من خیلی آدمای حالا دو روز زیاد دیدم توی زندگیم و این موضوع منو کلا اصلا برای من اینجوری بود که حتی نفهمیدمش که چرا باید یه نفر مثلا اینجوری بگه بعد از اون ور اون تو، اصلا خیلی عجیبه. یعنی مثلا جلوت یه جور دیگه رفتار کنه بعد یهو پشتت یه جور. بعد ما اینجوری خیلی انگار داریم تو ایران. من خودم قبلش نمیدونستم ولی انگار زیاده. بعد سر همین چون حالا چرا من خیلی نمیدونستم، چون من زیاد خودم رو وارد اجتماع نمی‌کردم. کلا همیشه حالا اون دختری بودم که توی مثلا رویاهای خودم نشستم، مثلا دارم یه سری فکر میکنم برای خودم، مثلا رویا بافی میکنم، خیلی این شکلی بودم. یه جورایی میگم توی خیالات خودم داشتم زندگی میکردم و سر همین برام خیلی شوکه کننده بود. میگم مثلا از اون اول نبودم توی اجتماع، شاید اگه از اول بودم توی اجتماع اصلا برام عجیب نبود، اینجوری بودم که آره دیگه همینه. آره اصلا من دقیقاً یه تایمی تو زندگیم شخصا تصمیم گرفتم که یکم یاد بگیرم گرگی باشم، نه به معنی اینکه به بقیه آسیب برسونم، به معنی اینکه اون آدما که خب حمله میکنن بالاخره به آدم، خب حالا این حمله ها رو تو باید بتونی از دید من حالا حداقل خب من بالاخره تو جامعه ایران که جامعه سنتیه تقریبا، خب من پسرم ناخودآگاه این بیشترم هست این فضای حمله و فضای مبارزه و جنگ و تصمیم گرفتم آره یکم بیشتر یاد بگیرم که گرگ باشم، مثلا کسی اینجوری نتونه اذیت بکنه یا حالا به هر شکلی. و یه دوره بود در زندگیم، یعنی من 2-3 سال قشنگ درگیر این بودم که یاد بگیرم این بازی رو و خب خوشحالم نیستم ازش، چون بالاخره تو مجبوری یه سری یعنی من واقعا مثلا خودم آدم مهربونی ام، خب یعنی مثلا با آدما اصلا دوست ندارم به کسی آسیب برسونم یا مثلا اتک بدم یا میدونی اینجور چیزا. مثلا سعیم و تلاشم همیشه اینه که آدما رو مثلا بهشون کمک کنم و اینا. ولی خب یه جایی وقتی میبینی یکی اصلا کلا بازیش بازی دیگه ایه خب و تو مجبوری باهاش مراوده داشته باشی دیگه، باید یادم بگیر. ولی به هر حال میگم همه اینا میرسه فهم این که حالا چرا هر کس داره یه جور خاصی باد رفتار میکنه یکم کار سختیه. یعنی از نظر من خیلی پیچیده تر از این حرفاست. آره. و من تو زندگیم خیلی جاها ترجیح دادم از یه جا به بعد کاملا ربات شم و میگم این تصمیم خودم بود. یعنی اینطوری بودم، میگم شاید چون خیلی 0 و 1 اینجوری بودم نشد اون همه فیلینگ و احساس هیچ جوابی نداد پس ولش کن، کلا آفش میکنم. و دیگه الان یعنی به جایی رسیدم که اگه مثلا حالا کسی بیاد بگه نه تو رو خدا، یعنی
من اینجا که نه یعنی آره یعنی واقعا فرار میکنم دیگه از اینکه بخوام حالا به یه نفر مهربونی کنم یا توی اون دایره دوستیم خیلی جاش بدم. البته من یکم شخصا با این قضیه مخالفم، ولی خب پیش میاد برای آدم. یعنی مثلا من به نظرم این مرحله خودش مرحله‌ایه که میگذره، خب چون که نمیتونی تو آف کنی. میخوای بگی بعدن دوباره چیز میشه؟ نه من میگم اصلا تو نمیتونی یک چیزی که وجود داره رو آف کنی. مثلا ربات، یعنی اون ربات صرفا دارم انکار میکنم. اوکی. آره و اینکه مثلا من میدونم واسه این میگم دوباره خواهی گشت به اون داستانش واقعی تر خودت، غیر رباتیکت، به خاطر اینکه تو میگی من آدمیم که اگر از چیزی میترسم یا فرار میکنم یا هر چیزی اتفاقا میرم سمتش. خب و اینا یه پروسه هایی تو زندگی از نظر من که مثلا تو یک جای دیگه به اون آمادگی میرسی که بپذیریش و دوباره حرکت کنی به سمتش. به هر حال اینا من خودم دوست دارم خیلی بیشتر حواسم به این باشه که همدلی کنم با آدما و بهشون مثلا حس خوب بدم، چون که آسیبایی که ایجاد میکنه زیاده. یعنی مسیر زندگی یک آدم میتونه با یک کلمه من به نوعی تغییر کنه. مثلا من یکی رو مثلا یه حالشو بگیرم یه جا، ما میبینیم دیگه صبح تا شب مثلا یارو رانندگی مثلا اگه بکنی مثلا یارو میپیچه جلو، یارو فوشو میکشه بهش، خب یارو اعصابش خورد میشه، این میره تا اثر پروانه اینطور دیگه. یعنی امیدوارم که کلا در همه ما این قضیه یه ذره بهتر شه. ببین میدونی چی اشکام، من سعی میکنم که کلا این کارو کنم، به همه خوبی کنم، مهربونی کنم، خوب باشم اینا، ولی هیچ انتظاری از کسی نداشته باشم. یعنی هی دارم رو خودم اینو کار میکنم. آره خوبه از نظر من. خب روژین، حالا این بحثمون یه ذره بیشتر چیز شد، حالت روانشناسانه و فلسفی شد. از اسم من یعنی صحبت شد دیگه. اون روبوبانه. نه خب اوکی، یعنی اصلا کانسپت منم تو این پادکست همینه که حالا موزیک یه عالمه سایت داره تو زندگیمون که حالا ما در موردش حرف میزنیم. فقط که مثلا ساز زدن و خوندن نیستش. آره بابا. حالا ببین بیایم در مورد این یکم صحبت کنیم که الان موسیقی که به عنوان حالا جریان اصلی تو ایران داره میره جلو، موسیقی حالا یه جورایی پاپ آره پاپ فارسی. چی؟ پاپ فارسی. بعد به نظرت این اصلا هیچ ایده نظرت چی هستن کلا در موردش؟ من فقط توی اسنپ گوش دادم اینا رو، شاید باور نشه ولی من بالاخره شنیدیم هممون. میدونیم چیه. آره میدونم، میگم یعنی اصلا حالا فنش که نیستم اون که هیچی، ولی در موردش هم میخوام اینو بگم که واقعا حس میکنم که خیلی حیف شد اون موسیقی قدیم پاپ ایران که حالا مثلا همون هایده و مهستی و اینا، چون من خیلی اونا رو قبول دارم. خیلی خواننده های واقعا توانا و خیلی خفن و خیلی هم از نظر اشعار هم از نظر حالا موسیقی خیلی خوب بودن و یهو الان مثلا موسیقی کشور مثلا اینقدر یهو بد شد حالا بعد از یعنی هیچی نمیتونم بگم غیر از این که فقط یه سری چیزای حالا اصلا میشه بهش گفت صنعت، یعنی فقط به خاطر اینکه حالا یه سری فن خیلی چی بگم یه سری فن جمع کنن که اصلا حتی از هنر و اینا هیچ درکی ندارن. البته شاید این دیدگاه منه، من نمیگم که همه هیچ حالا مثلا درکی ندارن، ولی آره. نه خب این که اصلا در همه جوامع هست که خب آدما، اکثریت آدم‌ها لزوما موسیقی براشون اصلا اونقدر جدی نیست که برای خب موزیسینا جدیه، اصلا طبیعیشه. آره. و مثلا این اتفاقا این چون مسئله است برام که بدونم بیشتر درمش، مثلا با آدما خیلی درمش حرف میزنم و مثلا میبینم یکی میگه ببین مثلا موسیقی برای من اینه که سکوت نباشه، مثلا همین، یعنی در این حد دیدگاهش براش. از نظر منم خیلی محترمه ها. خب ولی خب یه بحثی من دارم این که ببین تو مثلا پاپای حالا موزیکای محبوب حالا پاپیولار مثلا اون ور کشور که گوش میدی، خارج رو که گوش میدی، حالا کشورهای مختلف،
یه استانداردایی رو حداقل رعایت میکنن. دقیقاً. که منم می‌خواستم همینو بگم. آره. که میگم مثلا از هنر درک ندارن، یعنی واقعا منظورم اینه. از من فکر کنم یعنی وظیفه اون آدم موزیسینه که این درک رو ایجاد کنه. آره ولی ببین اینم هست، اگر مردم ما درک بیشتری داشتن، اصلا این آرتیستا اصلا ایجاد نمی شدن. البته حالا آرتیست که چه عرض کنم یه سری، ولی خب ببین من یه کوچولو هم مخالفم با اینا. وقتی اینقدر مثلا کنسرتشون حالا آدم میاد جمع میشه اینا، اینقدر مثلا بلیت میفروشن، خب این یعنی چی؟ این یعنی این که خود مردم هم دارن استقبال میکنن. آخه ببین بحث یه ذره اینه، اولا ببین 2 تا مسئله است. یکی که خب اونقدر جدی نیست واسه همه، یه چیز فلشه مثلا چی میگه، 2 طرف. آره ولی من فکر می‌کنم یکیش 3 طرفه، چون یکیش اینه که آره فلش 3 طرف است، چون که یه ساید ماجرا هم اینه که خب فرض کن همین الان یهو مثلا یا موزیسین خوبی که قدیم تو میگی بوده و خوب بوده، مثلا فرض کن من هستی، خب الان کنسرت داره، بغلش هم یکی از این حالا به قول یکی از بچه‌ها پاپولیا مثلا کنسرت داره، خب مردم کدومو میرن؟ مردم میرن هایده، میرن همیرا، از نظر من یعنی مثلا میرن ابی، میرن چه میدونم 4 تا موزیسین خوب، خب یعنی مردم اون درکه رو دارن. همه آدما تو میری جاده شمال، خب دارن ابی گوش میدن، داریوش گوش میدن، چه میدونم فلان، که بالاخره هم از نظر آهنگسازی هم از نظر خیلی اونا خفن و قدرنا. یعنی ببین من اصلا فنشونم، من مثلا هایده مثلا گوش میدم، شاید باورت نشه، ولی من حالا از این بابت میگم که شاید باورت نشه، چون خب مثلا اکثرا اینایی که حالا متال گوش میدن زیاد این چیزا گوش نمیدن. آره. ولی من کلا همه چی گوش میدم و یعنی من کلا هر چی که خوبه گوش میدم. آره من فکر می‌کنم، ولی حالا در کل این به خاطر اینه که پاپ انگلیسی هم که خوبه من مثلا گوش میدم. منم همینطور خیلی سختش نمی‌کنم، ولی این فضای فعلی من فکر می‌کنم به خاطر اینه که گزینه‌ها اینقدر محدوده و کنترل شده است و میدونی همین باعث میشه خب آدما مثلا طرف میخواد بره کنسرت حالا آخر هفته با خانواده‌اش دیگه، خب مثلا صبح تا شب کار کردن، مثلا خسته شدن، میخواد یه فانی داشته باشه، خب و گزینه‌های موجودش مثلا 5 تا گزینه است، مثلا 5 تا که من بعید می‌دونم همین الان مثلا 5 تا کنسرت همیشه باشه. نهایتا مثلا یه دونه 2 تاست و اونم یعنی مثلا یه سری آدم، این محدودیت هاست که مردم دارن این چیزا رو گوش میدن. آره دیگه تو آپشنی نداری. موافقم. و مردم ما من فکر میکنم اوکی سلیقه موسیقیشون الان اینجوری هست به خاطر اینکه اگر مثلا اوضاع بهتر شه قطعا سلیقه موسیقی هم یهو جامپ عجیبی میکنه. مثلا من همین دیروز رفتم نمایشگاه موسیقی تو برج میلاد، خب اولین نمایشگاه موسیقی صنعت موسیقی در واقع بود و خب ببین خیلی عجیب بود. من اصلا من اینجوری بودم که برم اونجا میخوره تو ذوقم، خب یه ذره هم خورده ولی توقعم واقعا کمتر بود. ببین 3 تا سالن گنده، خب یه عالمه غرفه، یه عالمه آدم، یه عالمه نوازنده، خب همه داشتن سازهای مختلف رو تست میکردن، خیلی پویا. یعنی من تا الان شاید واقعا بشه گفت مثلا به غیر از نمایشگاه کتابایی که بچه بودم میرفتم که اون موقع فضای کتاب و انتشارات و اینا بازتر بود، نمایشگاهی به این پویایی ندیده بودم، خب و این برای من امیدوار کننده است. میگم این همه ما نوازنده داریم، این همه آدما با عشق و علاقه گوش میکردن، یکی ویولون میزد 500 نفر مثلا دورش جمع شده بودن. یعنی آدمای مردم ما مردمی نیستن از نظر من که مثلا خیلی علاقه ای نداشته باشن، اتفاقا آدمای هنردوستی هم. و یه چیز دیگه تو گفتی حیف شد که مثلا موسیقی پاپ ما حیف شد اون موقعی که واقعا حیف شد. از نظر من نشد. چرا؟ چون اون ترک‌ها هنوز که هنوزه یه دهه 80 هم هایده و همیرا و ابی و داریوش و مثلا 4 تا دیگر رو، خب مثلا چه می‌دونم بعضیا حالا یه ذره از یه جهاتی خاص‌تر و پیشروتر بودن، مثلا فرهاد بود، مثلا کوروش یغمایی بود و غیره و غیره. اینا هنوز اسمن، هنوز ترکاشون فن داره. آره ولی خب بیشتر شنیده میشه. فکر کن اگه همونا پیش میرفت با حالا شرایط امروز، مثلا با تجهیزات امروزی که مثلا خیلی کوالیتی ها بهتره و اینا، اون وقت مثلا چی میشد؟ آره از این جهت موافقم که حیف شد. حالا آرتیستای دوباره خیلی خفن‌تر حالا می اومدن تو همون سبک هایده اینا، یعنی به نظر من خیلی بهتر میشد. خیلی بهتر میشد. ولی من فکر می‌کنم تاثیرشون رو گذاشتن و آره نه اونا که جاودانه میمونن، چون اصلا کلا موزیک خوب همیشه جاودانه میمونه. این ربطی به این نداره که مثلا تو میگی
نه هنوز گوش میدن، خب آره دیگه. میفهمم. ولی این میگم جا داشت که میگم همون هی میرفت جلو، مثلا پیش رفت. آره. Every day's a vicious cycle and I'm stuck on repeat. I've been over romantic, crazy ways and praying for best. I guess the stance on deliverance, but it's sold up to me. Cause the devil's dealing cold and it's playing for keeps. Night after night, hear my soul keep saying I'm fine for your life, but my will feels wasted. Heart is racing, body shaking, no escaping thing. نهایتاً ببین یه 2-3 تا سوال دیگه ازت بپرسم. به نظرت ماها موزیسینا یا اونایی که کار ماها رو گوش میدن یا اونایی که علاقه دارن کلا به موسیقی چیکار میتونن بکنن که این دیوارای سفتی که دورمونه یکم شلتر شه، یکم فضا بازتر شه، میدونی، یکم کمک بکنن به رشد این فضا؟ ببین به نظر من این حالا یه کمی میگم دیدگاه من اینه که باید این محدودیت هایی که از نظر قانونی وجود داره که روی موزیک خیلی داره حالا تاثیر میذاره، اینا نباید باشن، یعنی برای هنر و موسیقی. یعنی فکر می‌کنی در وهله اول به غیر از اینکه مردم بخوان کاری بکنن، به نظر من اینه. آره اینه اول اصلا. ولی خب مردم هم بی تاثیر نیستن. مثلا وقتی از یه آرتیستی حالا خوششون میاد و وقتی که میبینن حالا یه آرتیستی کارش خوبه، اینا میتونن حالا حمایت کنن، حالا چطوری اسپاتیفایش رو حالا فالو کنن، یا اگه لایو میذاره مثلا برن ببینن، اگه اجرای حالا کافه‌ای یا هرچی دیگه. چیز دیگه‌ای به نظرم نمیرسه، چون از نظر من محدودیت ها برای موسیقی توی ایران خیلی زیاده. آره واقعا زیاده. یعنی از نظر من اینجوریه. شاید حالا چون که دخترم اینطوری دارم میبینم، چون من الان دارم از دید یه دختر دارم میگم هر کاری کنی. نمیتونم از دید مثلا تو مثلا پسر بگم که بگم آره حالا مثلا میشه اجرا رفتا، آره برای شما ها میشه ولی برای ما همون هم نمیشه. این خب و خیلی اگر میشه خیلی استرس داره. یعنی اگه هم حالا شده یه جا حالا یه دختر رفته اجرا کرده ولی با کلی استرس بوده. میفهمم قطعا. و وقتی تو استرس داشته باشی عملا اصلا کار خودت هم نمیتونی بکنی، اصلا نمیارزه. یعنی من اگه خودم همین الان خیلی جاها بوده که حالا بهم پیشنهاد شده که حالا روژین بیا اینجا اجرا کن، ولی من اینطوری بودم که نه ولش کن، چون من اون استرسی که باید بدم به حالا خونوادم که من برم و بیام سعی و سالم، خودش خیلی آره واقعا خیلی هم دردناکه. آره. و حالا بحث دخترها رو هم باز کردی، خیلی هم موضوع مهمیه. به نظرت دخترایی که میخوان شروع بکنن کار کنن بالاخره توی این مملکت هم اصلا فرض کن شرایطش هم ندارن که اصلا برن، دلیلی هم اصلا دارن هم دلیلی نمیبینن که برن. به نظرت یه چجوری بگم پیشنهادت به این آدما چیه؟ اون تجربه‌ای که تو کردی به نظرت اینا دیگه نباید بکنن چیه؟ میدونی از این جور حرفا؟ به نظر من کلن همه کسایی که دارن موزیک کار میکنن، حالا چه دختر چه پسر، در این مورد میتونم بگم، اونم این که زیاد ایدئالیست نباشن. ایدئالیست بودن بیش از حد باعث میشه که آدم اصلا کار نده بیرون و هیچ وقت به اون هدفش نزدیک نشه. وگرنه همیشه کار بهتر از ما وجود داره، کار حالا خفن‌تر از ما هست، ولی اون کاری که دارن انجام میدن و تا یه حدی به یه استانداردی حالا برسونن و ارائهش بدن از نظر من. چون این ایدئالیست بودن واقعا سمه. آره واقعا. چون من خیلی دیدم اینو، یعنی حالا برای خودم هم حالا بوده و اینا، خیلی ازش رنج کشیدم. آره. یعنی من ترجیح میدم که یه کاریو بدم بیرون و حالا به مرور زمان بهترش کنم تا اینکه همینجوری هی بخوام بشینم هیچ کاری ندم و اصلا هیچ ایده ای راجبه حالا مثلا فیدبک ها نداشته باشم. میدونی اونجوری آدم خیلی چش و گوش بسته تره. میفهمم. آره.
و این حالا یه بارم گفتی اجرای لایو دوست دارم که داشته باشم و اینا، خیلی مهمه دیگه، چون تو وقتی جلوی 5 نفر حتی آدم یا مثلا 100 نفر آدم 1000 نفر آدم اجرا میکنی، تازه اصلا انگار میفهمی باید چی کار کنی یه جورایی، میدونی؟ یعنی از خیلی جهات یهو اون خیلی لازمه، خیلی فرق میکنه. و نهایتا اینکه ببین خب خیلی ها شاید دارن این پادکست رو گوش میدن که مثلا یه بچه‌ای دارن میخوان یا خودشون میخوان تازه وارد مثلا دنیای موسیقی بشن، حالا موزیک کار کنن، ساز بزنن یا حالا هر چی، مثلا خواننده بشن یا آهنگساز بشن. پیشنهادت واسه این آدما چیه؟ مخصوصا اونایی که حالا بیشتر برای بچه‌شون میخوان یه کاری بکنن. به نظر من اگه که در وهله اول اینو باید بگم که کلن حالا فارغ از مثلا بحث موزیک نباید بچه ها رو زور کرد به حالا یه رشته خاصی. یعنی اگه مثلا دوست داره خود بچهه بفرستنش مثلا کلاس موسیقی، اگه خودش دوست داره آره مثلا بفرستنش کلاس موسیقی. ولی اگه برخلاف اینه، چون من حتی اینو دیدم که خود اون بچه مثلا عاشق نقاشی بوده، مثلا به زور اینو فرستادن کلاس گیتار، اینجوری خیلی بوده. من اینم دیدم. آره یعنی خلاصه که خیلی این مسئله مهمه، به خاطر اینکه وقتی که میاد توی این محیط قرار میگیره بعدن خیلی زود دلشو میزنه و اصلا میاد بیرون. یا اینکه عکسش مثلا یه حالا بچه خیلی علاقه نشون میده به حالا موسیقی اینا، ولی اون والدین به خاطر حالا تعصب یا هر چیز دیگه‌ای براش حالا محدودیت ایجاد میکنن. این اصلا خوب نیست، به خاطر اینکه باز در نهایت اون میره توی همون کار موسیقی. یعنی اینو من واقعا دیدم. آره و فقط یه سری تایمش فقط ویست میشه. و حالا اگه هم نره که واقعا تبدیل به یه سری چیزای حالا افسردگی یا حالا از یه چیز دیگه، یعنی یه جوری میزنه بالاخره بیرون. آره این خیلی بده. خیلی بده. و من کلا حالا پیشنهادم اینه که اونایی که حالا بچه هاشون خودشون هم علاقه دارن و حالا میخوان مثلا بچه رو بفرستن کلاس، به نظر من آره خیلی خوبه، چون که باز حالا توی سنین پایین تر خیلی کلا بیشتر کمک میکنه. آره. چون که اون هوش حالا اون چیزی که بهش میگن هوش موسیقیایی در فرد میره بالاتر وقتی که توی سن پایین‌تر موزیک رو شروع میکنه. دقیقاً. و این خیلی خوبه. این خیلی چیز خوب و با ارزشیه. اینو مثلا نمیشه تو سن بالاتر شاید به دست آورد، ولی هیچ چیزی یعنی به عنوان دیر شدن وجود نداره و تو توی هر سنی میتونی بری بازم شروع کنی موزیکو. یعنی باز من اینو اصلا بهش اعتقادی ندارم. اینکه مثلا یکی میاد میگه مثلا دیر شده، اصلا هیچ منطقی نداره. فقط بحثش اینه مثلا یه ذره وقتت پرتره، دغدغات بیشتره، تایم تمرینت کمتره. اصلا ممکنه یکی 60 سالش بشه بخواد بره مثلا چی بگم مثلا بخواد بره درام یاد بگیره. آره من اصلا اتفاقا یه دوره شاگردی داشتم واسه دف و خودم هم سنم خیلی کمتر بود و ایشون مثلا تقریبا 60 سالش بود و اینقدر اتفاقا انگیزه و انرژی داشت و تمرین می‌کرد اینا که من کلی کیف می‌کردم. آره اصلا خیلی ها هستن که خیلی هم مثلا خفن‌تر میرن جلو، ولی خب من در کل این پیشنهادو میکنم که اگه واقعا علاقه دارین و حالا شرایطش هم اوکیه و اینا، هرچی سن پایین‌تره خیلی بهتره. آره. کلا حالا مثلا پیشرفت بیشتره. من این برداشته از حرفت داشتم که توجه کنید که بیشتر از هر چیزی بچه چی دوست داره. آره دقیقاً. و وقتی میفهمین شرایطش رو فراهم بکنید و متعصب نباشین. یعنی من فکر می‌کنم اول مهمترین چیزی که اشاره کردی این بود. و روبو یه سری 3 تا بند بگو که حال میکنی و مثلا شاید رو کار تاثیرگذار بوده، شاید هم حالا نبوده، نمیدونم، ولی حال میکنی مثلا آدمای دیگه هم برن گوش بدن، به نظرت خوبه؟ باحاله. بندای مورد علاقم که خیلی حال میکنم، خیلی هم ایدئال گرایانش اولیش همون
Bring Me The Horizon اولین بنده. بعدش اگه بخوام بگم Falling In Reverse. بعدش هم بخوام بگم On The Road که میگم همشون هم یه شاخه هایی از یعنی کلا متالکور و ایمو اینا رو همه رو با هم قاطی دارن. ایوه. آره. در نهایت خیلی ازت ممنونم که دعوتمو قبول کردی و خیلی خیلی مرسی که زندگی و تجربیات تو با ما شیر کردی. قطعاً کمک میکنه به آدما که بخوان حالا توی این مسائلی که حرف زدیم حوزه موزیک و هنر بخوان هر کاری بکنن و دمت گرم که راحت و آنست رفتیم جلو با هم و خواهش میکنم. مرسی از تو قربونه که همچین شرایطی و حالا مهیا کردی که بشه صحبت کرد و در این موردا و اینکه اصلا بقیه شنونده هم یه سری چیزا بشنون که کلا شرایط موزیک چقدر سخته و اینکه نباید کلا هر کسی رو خیلی راحت توی این زمینه حالا چطوری بگم حالا مورد نقد قرار داد یا جاج کرد. آره چون میگم شرایط خیلی سخته، یعنی اصلا کلا همین که ما داریم تو ایران اصلا موزیک کار میکنیم، حالا دیگه طرف اگه دخترم باشه یا مثلا اگه با سبکای خاص‌تر کار کنه که اصلا خودش خیلی چیز سختیه. این که اصلا تو میگم بخوای از چه نظر؟ از این نظر که بخوای حالا اون شرایط رو فراهم کنی، حالا نه اینکه بحث تجهیزات ها، اصلا بتونی همین ولش کن، بتونی وقت بذاری اصلا. آره. بتونی اصلا همین بتونی وقت بذاری اوکیش کنی، کار کنی روش اصلا. آره خیلی کار سختیه، واقعا سخته. من دیگه خودم سفت اینو میدونم که چقدر سخته و دم همه مخاطبایی که حمایت میکنن به هر شکلی از موسیقی، حتی اون موسیقی پاپی که شاید سلیقه خیلی از ما هم نباشه، دمشون گرم که براشون یک موضوعه. و نهایتا آیدیای شبکه اجتماعی تو یوتیوب اگه هست و اینا رو هم بگو که کسی خواست فالو بکنه بتونه و اسپلش بکن لطفا. اوکی. اینستاگراممو خواهی بگم؟ آره. اینستام آره robo.bun اسپلش میکنی؟ ROBO.BUN. و تو یوتیوب و اینا چنلی چیزی نداری؟ چرا چنل دارم ولی فعلا هنوز کاراش. آره فعلا. و من بعدن حالا هر وقت که این اوکی شد بهم بگو، من ولی خب چیزه موزیک ویدیو رد دریمو میتونن برن ببینن از چنل BVTV. BVTV آره یعنی اصلا بزنن BVTV رد دریم میاد. ایول اصلا آره. بزنن روبوبان رد دریم میاد تو همون یوتیوب. آره پس پیشنهاد میکنم حتما برین گوش بکنید. حتی من اینجا احتمالاً پلیش میکنم، حالا ویدیوش هم برین ببینید، ویدیوی باحالی داره. خیلی ممنونم. قربونت، بزن قدش.